به گمانم تو برایم احوال مرگ آورده گفتم ای مرد عرب تو از کجا آمده و قلب من را پر ز خوان احوال مرگ آورده گفتم ای مرد عرب ناقه بخوان زمان احوال مسلم را بگو هر جا که خواهشم روان مرد عرب صدایش به گریه بلند میشه صدا میزنه آی حسین زهرا اگر حال مرا سوال داری و خیر خستم ولی اگر از مسلمت سوال داری مردم مسلمت رو به شهادت رسونده حال من را گر بپر سه حال من چون خسته هست آب حیا مردم کفر مسلمت را کشته است صدای ابی عبدالله به گریه بلند میشه صدا میزنه آی مرد عرب تو را خدا بگو مسلمم لحظات جون دادم چه حالت داشت مرد عرب این گونه بیان میکنه که قلب امام زمان و ابی عبدالله را آتش میزنه چی میگه؟ وقتی که من آمدم مسلم به کوفه خوار بود آرزومان در گردنش در کوچه و بازار بود با دادن دانی شکست تر و پریشان حال او مردمی کوفه بودن خنده زنان دنبال او با مردمی کوفه بودن خنده زنان دنبال او یا امام زمان معذرت اجازه میدی جمله رو بگم یا نه یه دختر کوچکی از مسلم هم در بین قافله ابی عبدالله می باشه ابی عبدالله آمد کنار دختر نشست دست یتیم نهوزی سر یه دختر میکشه یه دخترم خیلی نازدانه همین که دید مهربانانه حسین سرشو لمس میکنه صدا زد عمو جان به گمانم من یتیم شده به گمانم من دیگه بابا ندارم ولی حسین این گونه دختر دلداری دیدن جمعات تا آخر گفترم باشه اگر آمدن داری بسم الله چی دیدن؟ الحکم لله دخترم حکمی خدای داور است آمن به جای پدرت زینب برایت مادر است قاسم اکبر من باشد برادرهای تو دختران نورسه من جای خواهرهای تو دختران نورسه من جای خواهرهای تو صدا زد دختر مسلم اینقدر ناله نزن